بگذر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کن، پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سردست دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانم. گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید. سلام و درود دوستان عزیز، السلام علیکم تماشابینان شبکه شهنان. امروز جمع تبریکاتی ما در دهه زیبای اقصای برای تبریک کردن یکی از آن کهنسالان دهه میرزا مومین بابا آمدیم که امروز جشن زادروز دارند. امروز تبریکات را از نام فرزند مسافرتشان، از نام حرمت آیتی که در مسافرت هستند میخواهند در این لحظه های خرسنده پدر عزیز را تبریک گویند. میخواستیم همراه شمایان به هم بینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان با آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، مادران، یار و دوستان، خویش و تباران، همه شمایان را به این باغ زیبای میرزا مومین بابا خوش آمدتان. قدم های مانده آمده شما عزیزان را بالای دیده میخوانیم. امروز در این باغ چوبیهشت، در این خاندان زیبا پدر عزیز جشن زادروز دارند. یک سال قبل آمده بودیم و پدر را در لحظه های خرسندی تبریک کرده بودیم. میرزا مومین بابا زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد امور را برایتان مبارکباد میگوییم. اگر امکان باشد اگر بخواد جربی را به نزدشان تکلیف کنیم. مرحمت یونشان به نزدیکتر بیایند. خیر ناراحت نکنید نباشد. میرزا مومین بابا امروز شما را از نام فرزند دلبندتان، از نام پاره قلب که در مسافرت هستند گفتند پدری من، قبلگاه خاندان من، بود و نبود هستی ما، دعاگوی ما فرزندان که جشن زادروز دارند. استاد، معلم، هنرمند و البته در نوبت خود پدر عزیز، بابا جان عزیز و دعاگوی زادروزشان مبارک باشد. به سن مبارک 92 در آمدن خدا کند 120 ساله شوند. در سر ما سایبان، در سر ما همیشه دعاگوی شده گردند. امروز شما را از نام حرمت آیتی، از نام نبیره هایتان دلیر جان، دولت جان، کریم پاشا، بهار آیتی، از نام ابیره ها
ملک جان، از نام نبیره و ابیره هایتان، از نام خانواده مفتونه عزیزه جورابیگ، از نام اهل آیلهشان، از نام فرزندان عزیز تبریک میگویم. امروز میرزا مومین بابا آن لحظه ها را یاد آوردن، همراهی من صحبت کردن. اپای حرمت های گفتن که آن باغی که شما میروید برای ما بهشت است. برای ما آن باغ و آن خاندان یک مسکنی پر از مهر و محبت است. ما خرد بودیم، جوان بودیم، پدر من همه ما را خواندند، صاحب علم، صاحب فرهنگ کردند. انا همین دو برادر من در دانشگاه های دولتی تحصیل میکردند. در هر هفته از انا همون کوهستانی کوک میداشتن و تا آمدن فرزندان تیار میکردند که فرزندان من با خواندنهای خود به یگان مانعگی رفته بیاید، از یگان کس کمی و بدی را نبیند. و من فخر میکنم از بودن چنین پدر. تا دنیا باشند دوست میدارم. خدا کند که صحت سلامت در سر ما دعاگوی باشند. میگویند پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دل هاست. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. پدر عزیزم همیشه صحت سلامت گردند، سایبان سری ما فرزندان باشند. البته اگر ما را خرسند کنند، اگر آن دشواری های زندگیشان از خودشان دور میشد. خدا کند که همراهی فرشته خاندان ما، همراهی مادر عزیزم دم پیری و دولت پیری را بینند. بی هاجر بیبی لحظه های خرسندی را امروزه بزم زیبا را، طلبان نبیره، جشن زادروزی بابا جان عزیزی نبیره هایتان را مبارکباد میگویم. مبارک باشد. برای مادر میگویند باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده ام، می هم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. امروز مادر عزیز همراهی دختر نازنینتان صحبت کردیم، همراهی عمک جان ها صحبت کردیم. میگویند آن لحظه ها غنیمت بود است. ما در سر نهمین دسترخوان یک جای می نشستیم و مادرم یک نانهای با لذت را می بستند. بهر ما طعامهای با مزه را بهر ما تیار می کردند. ما در یک هفته یا در یک ماه 2-3 بار مهمانی خاندان پدر مادر میشتیم در وقت دانشجویی و آن لحظه ها را یاد کردیم. همه از پس تشویش کار و زندگی هستیم. گاه می آید روزی از حالشان خبر گرفته نمیتوانیم. خدا کند که بی‌درد و بی‌غم باشند و دعاگوی ما باشند. چه عذاب‌ها کشیدن ما دیدیم، برای ما را خواندند. همیشه سایبان باشند. امروز بی هاجر بیبی چند سال شد همراهی میرزا مومین بابا تو اشتغالتان با؟ از خاطرم برآمد. چند سال؟ سر با من چند سال شد؟ قریب 70 سالگی تو. خدا کند که 60 سال زیاد. خدا کند که من امروز کریم پاشا مشتریبانا و خاندان پدرشان قدم گذاشتن، ایزی قدم شمایان را زیر کنند، دم پیری و دولت پیری را بینند و همیشه سایبان سر شما باشند. امروز بی هاجر بیبی بابا جان هر وقتی که کوه رفته کوک می داشتند، از کوه سه برگه و گل و لاله چنده می آوردن. می نمیشما با چرا که شما گلی ثبت خاندان هستید. امروز باشد همین زیاده از 60 سالگی برای زندگی یک گلدسته داریم از نام پدر عزیزی فرزندانتان، از نام فرزندان، شخصا از نام میرزا مومین بابا برای هستیتان شکرانه گفته گلدسته داریم. خداشان بسپارید. خود میرزا مومین بابا برای بی هاجر بیبی میسپارند. مبارک باشد. قبول کنید بی هاجر بیبی.
گلدسته را قبول کنید. اگر یک خورجین هم نباشد برای شما رمز محبت است. مبارک باشد. و این لحظه می‌خواستیم مشتریبانو را که به خاندان پدرشان قدم گذاشتن اولین قدم‌های خوشبختی را خدا کند خوشبخت‌ترین باشید. همراهی عائلتان همیشه یک عائله خوشبخت‌ترین را برپا کنید. هر دو طرف پدر مادر را تاج سر طلایی کنید. ایزی قدم امروزه پیران را زیر کنید و یکی از آن عائله‌های نمونوی ترین دهه آقسای باشید و فخر سمرقند باشید. توی مبارک امروز شما را از نام اما جانتان از نام حرمت‌های اما تبریک میگوییم. خوشبخت‌ترین زن دنیا باشد جیگرگوشه من گفتند. و در روز خرسندی جشن زادروزی بابا جان در اینجا نسترین بانو زادروز دارند. پاره قلب خواهرم جشن زادروز دارد. خدا کند دخترکی کلان شود، مکتب‌ها را با بهای اعلا خواند، مانند نیاگانشان فخر شود، با فرهنگ باشد، زادروزش مبارک باشد، دخترکی بیغم بی‌درد باشد. امروز تحفه داریم از نام خاله جان عزیزتان که در مسافرت هستند. از نام حرمت‌های قبول کنید. مرحمت مبارک باشد. میرزا مومین بابا امروز داماد هم زادروز داشته نه؟ نظامیدین اکا زادروز مبارک. همینجا می خودشان در خدمت هستند. زادروز مبارک. لحظه های خرسندی میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگوییم. خدا کند که شما هم به چنین سن مبارک پیری نصیب کند. همیشه صحت سلامت گردید. مبارک باشد. بار دیگر میلاد عمر را مبارکباد میگوییم. و البته بابا جان عزیز امروز از نام فرزندان تحفه هست برای شما، شخصا از نام دختر نازنینتان که قرآن کریم را قرائت میکند و برای شما آرامی میبخشد. در اینجا تحفه ها هست. مرحمت برای بابا جان عزیز تقدیم میکنیم. مبارک باشد. زادروز مبارک. گلین پاشاها از نام مهمانان سلام هایتان قبول است. رحمت تشکر. و در اینجا تارت است به مناسبت جشن زادروزی بابا جان، به مناسبت قریب 70 سالگی عقد نکاح توی یک جای هر جاتا. و البته امروزه این ابیره را نیز همراه میکنیم، شیرینی را میبریم، تارت ها را. خدا کند 120 ساله شوید. در این سن سالی مبارک به زیارت کعبة الله هر دوی شمایان نصیب کند. و میخواستیم کارت تیار باشد. اگر به نزد بابا جان نزدیکتر میبیارن بر همه تارت ها را نزدیکتر میبیاریم. زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. بار دیگر زادروز را مبارکباد میگویم. اکنون میخواستیم فرزندان پدر را در روز خرسندی تبریک گویند. سهرابامک مرحمت آغاز میکنید خودتان. مرحمت. السلام علیکم مهمانان میزبانان همه‌تون خوش آمدید. من یک سال شد، یک سال از این پیش پدری بزرگوار 90 به در اومده بودند. من حسین جان اومده اشتراک کردگی بودید. همون یک بسیار خرسندی کردگی بوده. من اینا بینید که یک فصل و یک سال گذشته من 91 به قدم ماندم پدر.
در باره پدرکون چقدر گیم کم من اینجا گفتید که همون معلم شده کار میکردن ما 4 استودنت همین خیلی مجبور یک برآمده همون کپ میداشتن دیگر کار که همین ما هم با هر هفته می آمدیم که همین یک راه پولیتیانو و همین خیلی من مامانم اکنون هر کارو و یو پنسیه با نزدیک شده بعضی پنسیونر شده پدرم با عمری دراز الهیم صد با درایا در امروز خوشحالاق توی میگن چی میگن امروز پدر دینرژنشون نظام دین من داماده دینرژنشون جیانچه دینرژنشون من توی نکاهی مشتری پری من اینجا داماده آمده من جراشون کشته ایستادن خوش آمده تان الهی من همین یاش ها الهیم بخناک شوم من این میمان ها خوش آمده تان خیلی که میگوین که در کوچه بودم پیری 100 ساله گذشت با 100 علم و درد نالیده گذشت گفتم بابا چی داری در دل گفتا بلم و کیفی جوانی بود گذشت اینه بینید که من همین چماق پدرم میگفتن که من همین یک 3 ساله 4 ساله بودم همین چماقش کاریدگی بودم بینید بابا کلان من کامل بابا وقتی علف داری میدروه من گیره کردگی بودم که من همین داره دیگه امسال همین من رسیدم من همین تماشا من همین 65 70 سال من همین دیگه چماقی همین دادم کاشتگی بشته با یک بار از نام همین خیش تبار راه درو از نام هم یکشون تبریک میگیم عمری دراز من یاشو و بخت میطلبم من مادرم هم عمری دراز بینم ساق باشن سلامت باشن رحمت کلام حسین جان رحمت سلامت باشن امام مک مرحمت با همین روز فیروز پدری بزرگوارمون من تبریک میکنم الهیم دویشان اونا جانم کتی خوش پیر شوند الهیم در سری ما سایبان باشند همین باز روزهای خورسندی بسیار شود با در سرمان همین دو فرشته زنده و سلامت ساق سلامت باشند و خورسندی های ما شریک شوند دادا جان زادروز مبارک مشتری جان با بخش خوشبخت شوه امروز روز طلبان مشتری همراه حق بردی شما با صحت سلامتی عمری دراز الهیم خوشبخت شوه نظامالدین تبریک با روز تولد نسترین جان تبریک الهیم ساق سلامت باشه همتان امین رحمت حسین جان تشکر و بانو آیتی از زمین ها مرحمت اولم السلام علیکم مهمانان گرامی من یه تصوری دیگر کرده بودم این عشق شادی است اولم بار به حد خوشحال هستم که همین بابامو بیبیم رو صحت سلامت بعد چند سالها دارم میبینم صحت سلامت پیش چشمم میبینم میتونم اچاششون کنم بوسه بکنم میتونم حرفامون بزنم نصیحتاشون رو بگیرم خدایا شکر خدا همین روزا رسم من اینقدر راه دور رفتم سبب بابا جانم معلمی نمیسی هستم از یاشه همین فیزیکی در زبان از بابا هم اومد مهربانی بیبی جانم و هممان گذشت همین فرزند و نبیره ها اینقدر مهر دادن که و هممون یک خل تقسیم کردن
هزاران بار تشکر زیاد. عمری دراز بینیم. هر سالی قبل از اومدن فکر میکنم من الان میرم. صحت سلامت خدا جان عزیز منو پیش بابا جان و بیبی جانم برسون، پدر مادرم برسون. هزاران بار شکر که خدا همین خیلی عمری دراز داده است، صحت سلامت بازم نصیب کرد با هم بخوریم. تشکر زیاد. هم نیتای نیکم به بابا جانم اول هم بار با صحت سلامتی با چند سالهای دراز همین روز خورسندی رو با هم اینه بیرم کنیم. تشکر زیاد. تشکر. سلامت باشند، مبارک باشد. اشکی شادی بود، اشکی پزمانی بود که در مسافرت بیرون از وطن، بیرون از پدر مادر و ناجان و بیجان بودند و اشکی پزمانی امروز رسید به سراغه خود. مبارک باشد، زادروز مبارک. اکنون میرزا مومین بابا در اینجا زندبانوان دوست می‌دارند رقصیدن را. می‌خواستیم نوبت را به رقص و شادیانه دهیم. در این باغ زیبایتان خدا کند که فقط توی باشد، لحظه های خورسندی باشد. طول چندین سالها آمده شما را در این باغی به هوا تبریک کردن، برای ما نصیب کند میگوییم. زادروزتان مبارک. مرحمت سرودهای شب برای بانوان یک جای میرقصیم، خورسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت.
اینک بیننده های عزیز، امروز باز مانند انعنه در دهه آقسای عظیم در خانواده میرزا مومین بابا مهمان شدیم. باز جشن زادروز را همراهی شمایان به هم دیدیم. برای این خیل ابرمرد دهه چقدر سخن گوییم، چقدر شعر و ترانه ها خوانیم کم است که برای فرزندان تمام هستی خود را فدا کردند و این لحظه های خرسندی را خواستیم پیشکش شما کنیم. مانند هر وقت و هر روز با ما باشید، با شبکه شهنان صحتمند و سربلند باشید. تشکر برای مهمانداری. سلامت باشید. رحمت. من سلامت باشد.